درود و سلام خدمت دوستان و همراهان گرامی. نقدی قانونمند بر لایحه عفاف و حجاب و پیشبینی عقیم و متروک شدن آن. قانون عفاف و حجاب که در راستای ترویج ارزش‌های دینی و فرهنگی تدوین شده، پرسش‌های جدی درباره کارآمدی، مشروعیت و تناسب آن با واقعیت‌های جامعه مطرح بشه. نقد از منظر مبانی حقوقی و قانونی. مشروعیت قانون در نظام حقوقی. هر قانونی باید بر پایه همراهی عمومی و پذیرش اجتماعی تدوین بشه. قانون عفاف فاقد مشروعیت عرفی قلمداد میشه، چرا که نتونسته رضایت عمومی رو جلب کنه. بر اجبار به جای اقناع استواره و این موضوع مغایر اصول دموکراسی و حکمرانی مبتنی بر قانونگرایی است. اصل تناسب در قانونگذاری. قوانین باید به گونه‌ای طراحی بشن که هزینه‌ها و منافع اجرای اون در تناسب باشه. قانون عفاف و حجاب به دلیل گستردگی جامعه و تفاوت‌های فرهنگی اجرای اون به منابع عظیمی نیاز داره که معمولاً از دسترس دستگاه‌های اجرایی خارجه. خروجی‌های اون یعنی تغییرات اجتماعی و فرهنگی مطلوب با هزینه‌های تحمیل شده بر سیستم قضایی و انتظامی تطابق نداره و از این رهگذر از منظر اجتماعی و فرهنگی نیز دقیقاً جامعه رو با دوگانگی فرهنگی و اجتماعی مواجه کرده. این قانون شکاف عمیقی میان نسل‌های مختلف ایجاد کرده. نسل جوان که بیشتر در معرض جریان‌های فرهنگی جهانی قرار داره از این قانون کاملاً فاصله گرفته. به جای ترویج همبستگی فرهنگی به تقابل ارزش‌ها میان گروه‌های مختلف جامعه دامن زده شده. تقلیل‌گرایی فرهنگی. قانون عفاف حجاب رو از یک ارزش معنوی و اعتقادی به یک مسئله صرفاً قانونی تقلیل داده. این رویکرد میتونه موجب افول و کاهش ارزش‌های ذاتی حجاب در نظر حتی افراد متدین جامعه بشه، چرا که اجبار به جای انتخاب آزاد از اعتبار معنوی حجاب کاملا کاسته شده. نقدی از منظر اصول اجرایی و کارآمدی. ضعف در ضمانت اجرایی. اجرای این قانون در بسیاری از مناطق کشور با مشکلات جدی مواجه است و به طور گسترده نادیده گرفته شده. نبود ضمانت اجرایی قوی خود به تضعیف اقتدار کلی نظام حقوقی کشور منجر میشه. هدر رفت منابع مالی، هزینه‌های سنگین، نظارت و کنترل بر رفتارهای فردی در حوزه پوشش منابع مالی و انسانی کشور رو کاملا به هدر میده. این در حالی است که میتونیم این منابع رو در حوزه‌های اساسی تر نظیر اقتصاد، آموزش و اجتماع سرمایه‌گذاری کنیم و مواجه با بهره‌وری حداکثری بشیم. قانون عفاف میان عقیم و متروک ماندن. نشانه های عقیم بودن چنین قانونی. قانون عفاف نه تنها نتونسته به اهداف فرهنگی و اجتماعی خود دست پیدا کنه، بلکه در بسیاری از موارد به عکس‌العمل‌های منفی و مقاومت‌های اجتماعی دامن زده. این قانون در شرایط کنونی بیشتر به ابزاری برای اعمال فشار تبدیل شده تا وسیله‌ای برای رشد ارزش‌های فرهنگی. نشانه‌های متروک شدن، بی‌توجهی عمومی و حتی محدود شدن دایره اجرای قانون به مناطق خاص نشان دهنده کاهش اعتبار عملی این قانون قلمداد میشه. این بی‌اعتباری چه در اجرای کامل قانون و چه در پذیرش اجتماعی به تدریج اون رو به سمت متروک شدن سوق و سمت سو میده. طبیعتاً میشه با پیشنهاد راهکار جایگزین به رشد و تعالی فزاینده‌ای در برخورد اجتماعی پیدا کرد. ترویج اقناعی به جای تحمیل اجباری. ارزش‌های نظیر حجاب باید از طریق آموزش، فرهنگسازی و گفتگوی سازنده در جامعه گسترش پیدا کنه، نه از طریق اجبار قانونی. بازنگری در اولویت‌های اجرایی. نظام حقوقی باید بر قوانینی تمرکز پیدا کنه که با مشکلات اصلی جامعه تطابق بیشتری داشته باشه و از ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت جلوگیری به عمل بیاد.
تقویت آزادی انتخاب و مسئولیت پذیری فردی. وقتی به افراد آزادی انتخاب داده میشه، رفتارهای آنان از ارزش اخلاقی بیشتری برخوردار خواهد شد. در برآیند موضوع میشه به این باور رسید که قانون عفاف و حجاب با ناکارآمدی اجرایی و عدم همراهی عمومی مواجه است که در معرض عقیم و متروک شدن قرار داره. نقد عقلایی بر این قانون نشون میده که رویکرد اجباری و تحمیلی به جای تقویت ارزش‌ها به کاهش مشروعیت و مقبولیت آن در جامعه منجر شده. برای رسیدن به یک رهیافت عقلایی و برون رفت از این وضعیت نیاز به بازنگری عمیق در رویکردهای قانونی و فرهنگی کشور وجود داره. امیدوارم این موضوع مفید فایده واقع شده باشه. موفق و پیروز باشید.